از دل خاکستر یک امپراتوری فروپاشیده، بذر قدرتی نو در حال ریشه دواندن بود. اما چه کسی قرار بود آن را به ثمر برساند؟ سلام به همه دنبال کنندگان وفادار تاریخ ناگفته ایران. اگر تا اینجا همراه ما بوده اید، می‌دانید که هر فصل از این مجموعه حقیقت‌هایی را آشکار می‌کند که سالها زیر غبار تاریخ پنهان مانده است. قسمت 14 از سایه امپراتوری تا طلوع قدرتی نو. اما امروز در قسمت 14 وارد نقطه عطفی می‌شویم که همه چیز را تغییر داد. از ویرانی تا بیداری، از آشوب تا نظم، و در میان این آشفتگی مردی برخاست که نامش برای همیشه سرنوشت ایران را دگرگون کرد. و خبر خوب، در پایان این ویدیو سورپرایزی ویژه در انتظار شماست. نگاهی کوتاه به فصل بعد پر از رازهای ناگفته، بازی‌های پنهان قدرت و پشت پرده سقوط امپراتوری عثمانی. پس تا انتهای ویدیو با ما بمانید، چون آنچه در پایان خواهید دید برای همیشه نگاهتان به تاریخ جهان مدرن را تغییر خواهد داد. ایران پس از جنگ. در پایان جنگ جهانی اول، ایران کشوری زخمی و خسته بود. خاکش زیر پای ارتش‌های بیگانه لگدمال شده بود. اقتصادش ویران و دولتش بی‌اعتبار و ناتوان. اما در درون جامعه ایرانی چیزی در حال تغییر بود. مردم دیگر آن ملت خاموش گذشته نبودند. از دل قحطی و ویرانی حس تازه‌ای از هویت ملی و بیداری آغاز شد. با این حال بی‌توجهی قدرت‌های جهانی و ضعف دیپلماسی ایران کشور را در آستانه بحرانی تازه قرار داد. بحرانی نه زاده جنگ بلکه زاده سیاست. بخش اول، سایه قرارداد 1919. در سال 1919 زخم‌های جنگ هنوز التیام نیافته بود. در آن زمان بریتانیا پیروز جنگ بزرگ در پی گسترش نفوذ خود در خاورمیانه بود. به ویژه در ایران، سرزمینی با منابع دست نخورده و موقعیتی راهبردی. وثوق الدوله، نخست وزیر وقت ایران، قراردادی با بریتانیا امضا کرد. در ظاهر هدف آن اصلاح و نوسازی ارتش و مالیه ایران بود، اما در واقع استقلال کشور را در معرض خطر قرار می‌داد. طبق مفاد قرارداد، مشاوران انگلیسی کنترل ارتش و خزانه ایران را در دست می‌گرفتند. به زبان ساده، ایران قرار بود به تحت الحمایه بریتانیا تبدیل شود. با انتشار خبر، موجی از خشم سراسر کشور را فرا گرفت. روحانیان، روشنفکران، دانشجویان و مردم عادی یک صدا فریاد زدند: ایران فروشی نیست. اعتراضات در تهران، تبریز، اصفهان و مشهد شعله‌ور شد. مردم استقلال خود را خواستند، حتی اگر بهایش خون باشد. در نهایت خشم عمومی دولت را وادار به لغو قرارداد کرد. اما زخم بی‌اعتمادی عمیق‌تر از همیشه شد، نسبت به دولت و نسبت به امپراتوری بریتانیا. قرارداد فرو پاشید، اما ایران را سرگردان و بی‌سکان بر جای گذاشت در آستانه طوفانی تازه. بخش دوم، آشوب و جستجوی نجات. در سالهای پس از آن، ایران کشوری تکه تکه و بی‌رهبر بود. در شمال، بلشویک‌های روس نفوذ یافته بودند. در جنوب، نیروهای انگلیسی هنوز مناطق کلیدی را اشغال کرده بودند. در غرب، سران عشایر سرزمین‌های خود را مستقل اداره می‌کردند و در پایتخت دولتی ضعیف در میان فساد و سردرگمی دست و پا می‌زد. کشور در آستانه فروپاشی بود. در همان زمان قدرت‌های خارجی به ویژه بریتانیا به دنبال چهره‌ای تازه می‌گشتند، کسی که بتواند نظم را بازگرداند و در عین حال منافع آنان را حفظ کند. در تهران زمزمه‌ها آغاز شد: ایران به مردی آهنین نیاز دارد. بخش سوم، مردی از بریگاد قزاق. در میان صفوف بریگاد قزاق نامی بر سر زبانها بود: رضاخان میرپنج، سربازی سختگیر و منضبط، محترم نزد زیردستان و مورد توجه افسران خارجی. رضاخان نه سیاستمدار بود و نه وابسته به جناحی، اما جاه طلبی
و روحیه نظمگراییش او را به مهره‌ای مناسب در بازی بزرگ قدرت بدل می‌کرد. در زمستان 1921 با حمایت غیر مستقیم بریتانیا به ویژه از سوی هرمان نورمن نماینده بریتانیا و هماهنگی با چند سیاستمدار ایرانی، رضاخان از قزوین به سوی تهران حرکت کرد. صبح 21 فوریه صدای چکمه ها در خیابان‌های پایتخت طنین انداز شد. کودتایی بی خونریزی اما سرنوشت ساز. دولت سقوط کرد. سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر شد و رضاخان فرمانده کل قوا. ایران در سکوتی سنگین وارد عصری تازه شد. عصری که قرار بود سرنوشتش را بازنویسی کند. بخش چهارم، آغاز نظمی نو. در سالهای بعد رضاخان با اراده‌ای بی سابقه حکومت کرد. او ارتش را متحد و بازسازماندهی کرد. نظام مالیات را اصلاح نمود و بار دیگر قدرت را در تهران متمرکز ساخت. جاده‌ها و خطوط راه آهن ساخته شدند. مدارس مدرن بنیان نهاده شد و موجی از نوسازی آغاز گشت. پس از سالها هرج و مرج مردم در چهره رضاخان نماد نظم و قدرت را دیدند، اما در پس آن اقتدار سایه‌های نفوذ خارجی همچنان باقی بود. بریتانیا و شوروی از دور نظاره می‌کردند و رضاخان هوشیارانه میان آن دو بازی قدرت را پیش می‌برد. برای نخستین بار پس از دهه‌ها ایرانیان بار دیگر امید یافتند. گرچه کمتر کسی می‌دانست بهای آن امید چقدر سنگین خواهد بود. بخش پنجم، ملتی در آستانه دگرگونی. در آغاز دهه 1920 چهره ایران تغییر کرده بود. دولتی مرکزی و مقتدرتر، ملتی آگاهتر و استقلالی که دیگر فقط شعار نبود بلکه در حال تحقق بود. اما این مسیر تازه بهایی داشت. تمرکز قدرت در دست یک نفر، سرکوب صداهای مخالف و تولد رژیمی که به زودی به سلطنت بدل شد. از دل غبار و خون، از تحقیر و اشغال، ایران بار دیگر برخاست، اما این بار دگرگون و نوساخته، به رهبری مردی که آینده‌اش را برای همیشه تغییر داد. پایان قسمت 14. ایران از دل آشوب برخاست، از خاکستر جنگ و تحقیر به سوی نظمی تازه گام نهاد. مردی از بریگاد قزاق برآمد و همراه او ملتی که دیگر نمیخواست مهره‌ای در بازی قدرت‌های بیگانه باشد. اما این تنها نیمی از داستان است. در حالی که ایران در حال دگرگونی بود، در غرب یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ در حال فروپاشی بود. امپراتوری که سایه‌اش قرن‌ها بر خاورمیانه گسترده بود، امپراتوری اسپانی. سقوط آن نقشه منطقه را برای همیشه دگرگون ساخت و ملت‌هایی را پدید آورد که سرنوشتشان هنوز هم در هم تنیده است، با سیاست، نفت و قدرت. و در حالی که ایران آینده‌ای تازه می‌ساخت، در غرب مرزهای دنیای مدرن ترسیم می‌شدند. در قسمت 15 رازهای پنهان سقوط امپراتوری عثمانی را آشکار خواهیم کرد. داستان سرزمین‌هایی که با جنگ تقسیم شدند و تصمیم‌هایی که در اتاق‌های تاریک اروپا گرفته شد. سرنوشت میلیون‌ها انسان را برای همیشه تغییر داد. این تازه آغاز فصل بعدی تاریخ است. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید و اولین کسی باشید که قسمت بعدی رو میبینه، چرا که قسمت بعدی یکی از تکان دهنده ترین و افشاگرانه ترین قسمت ها خواهد بود. خدا نگهدار.